برای 5مین روز چالش یلداییمون گفتم این چیزکیک رو براتون پست کنم. از بین تمام چیزکیک هایی که بهتون آموزش دادم این یکی یه چیز دیگه است. مطمئنم برای هر کسی درست کنی دستورش رو ازت میخواد. پس حتما سیوش کن و بزن بریم که درستش کنیم. برای لایه اول بیسکویت های خورد شدمون رو با کره خوب مخلوط میکنیم و کف رینگ فیکسش میکنیم. بعد میذاریمش داخل یخچال تا کامل منسجم بشه. حالا یه بسته ژله انار رو با آب داغ مخلوط میکنیم و میذاریم کنار تا سرد بشه. برای لایه دوم پنیر خامه‌ای رو با شکر هم میزنیم، بعد به ترتیب خامه صبحانه و ژلاتین بنماری شده رو اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم تا ترکیبمون یک دست بشه. حالا به اندازه چند قاشق از مخلوطمون میریزیم داخل ژله سرد شدهمون رو مخلوط میکنیم. تو مرحله بعدی از مخلوط سفید و صورتی رنگی که درست کردیم لایه لایه میریزیم روی کراست بیسکویتیمون رو مثل فیلم پخشش میکنیم و در آخر میذاریمش داخل یخچال تا لایه دوممون هم ببنده. برای لایه آخرمون ژله رو با آب جوش مخلوط میکنیم و اجازه میدیم تا سرد بشه. بعد از اینکه لایه دوممون هم بست، لایه آخر رو اضافه میکنیم و مجدد میذاریم داخل یخچال تا ببنده. به همین راحتی چیزکیکمون آماده است. نوش جونتون.